وقتی صحبت از لاغری و رژیم غذایی میشه، دنبال چیزی هستیم که هم طبیعی باشه هم موثر. اینجاست که کرفس ساده و پرخاصیت به یک ستاره رژیم غذایی تبدیل میشه. کرفس یه ویژگی عجیب داره، کالری منفی. البته نه اینکه واقعا کالری منفی داشته باشه، بلکه انرژی که بدن شما برای هضم و جذب کرفس مصرف میکنه از کالری که ازش میگیره بیشتره. یه فنجون کرفس خرد شده حدود 16 کالری داره، اما بدن برای هضمش ممکنه 20 کالری بسوزونه. علاوه بر این کرفس پر از آب و فیبر. همین دو ویژگی باعث میشه که شما زودتر احساس سیری کنید و میل به خوردن غذای پرکالری کاهش پیدا کنه. به خاطر سدیم طبیعیش طعم خاصی داره و میتونه جایگزین نمک در خیلی از غذا بشه. همین نکته مصرف سدیم اضافی رو کم میکنه و در کاهش وزن موثره. از طرف این مصرف کرفس کمک میکنه سطح قند خون کنترل بشه که این مورد برای افرادی که رژیم لاغری دارن یا دیابت دارن خیلی اهمیت داره. باید منطقی باشیم، هیچ غذایی به تنهایی باعث لاغری نمیشه. کرفس هم یه ابزار کمکیه، نه راه حل نهایی. وقتی کرفس رو توی رژیم متعادل همراه با ورزش بگنجونید، نتیجهش شگفت انگیزه. اگر دنبال لاغری هستید، یادتون باشه پایدار بودن مهمتر از سریع رسیدنه. کرفس میتونه یه همراه عالی توی این مسیر باشه، ولی هدفتون باید یه سبک زندگی سالم باشه، نه فقط کم کردن وزن روی ترازو. کرفس رو یه بار امتحان کنید، شاید همین سبزی سبز رنگ کلید تغییر سبک زندگیتون باشه. ممنون که تو این ویدیو همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.